سلام بچه‌ها، امیدوارم که خیلی حالتون خوب باشه. این پارت دوم تست کردنه، پس اگه تست اول یا پارت اول ندیدین اول اونو ببینید. توضیح دادم که چرا اینا رو خریدم و اینجا هم میخوام یه کم توضیح در مورد ماژیکا که خریدم بدم. خیلی کوتاهه، پس فکر نمی‌کنم زیاد وقتتون بگیره. من این ماژیکا رو تو ویدیو قبلم گفتم 900,000 تومان خریدم، 60 تا و رنگاشون نسبت به هزینه که دادیم خیلی خوب بود. ولی اون انتظاری که اگر با ماژیکای تاچ کار کردین، تاچ اصل، اون انتظار نباید از این ماژیکا داشته باشین، چون که ماژیکای تاچ خیلی لایه به لایه میتونی هی بهش اد کنی، ولی لایه به لایه اد کردن این ماژیکا یکم چالش برانگیز بود که من نتونستم خیلی باش کار کنم. ولی همونطور که گفتم برای بچه دبیرستانی خیلی خوبه، بچه هنرستانی خیلی خوبه و حس می‌کنم کار راه میندازه. این پالتا رو توضیح دادم چرا این کار رو انجام میدم و توی بسته میذارم مداد رنگی رو تو داخل مداد رنگی و این تست ماژیکا هم داخل خود این پارچه تاچ میذارم. من حالا یه کاری که میکنم میام شماره ها رو روش مینویسم. حالا برای مداد رنگی این کار نکردم چون خیلی راحت تر میشه پیداش کرد، ولی برای ماژیک همیشه من این مشکل رو دارم چون تفاوت رنگی ماژیک خیلی بیشتره، حالا تعدادش هم که زیاد و اینا. من این کارو میکنم برای ماژیک، شماره هاشم مینویسم. حالا یه چیزی دیگه هم که بود، اگه از برندهای مختلفی بودن اسم برندها رو می‌نوشتم، یعنی مثلا اگه از کویلو بود اول کویلو ها رو می‌ذاشتم، بعد مثلا جدا می‌کردم تا 4 می‌ذاشتم. اینجوری برای انتخابتون خیلی راحت میشه. این یه سری نکات خیلی کوچیکه ولی تفاوت‌های زیادی ایجاد می‌کنه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، به دردتون خورد یا هر چیزی، اگه خلاصه دوستش داشتین لایکش کنید، برام کامنت بذارین. من چون خیلی دنبال کننده‌های کمی دارم، خیلی انرژی میگیرم با لایکاتون، حتی کامنت خیلی کوچیک. من عاشق ویدیو درست کردنم، امیدوارم که بتونم ویدیو خیلی خفن‌تری درست کنم. خیلی خیلی دوستتون دارم، واقعا از ته قلبم دوست دارم که به دردتون بخوره. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.